آیا چیزی را که میکارید دیده اید؟ آیا شما میرایانیدش یا ما رایانیده ایم؟ اگر میخواستیم خاشاکش میساختیم تا در حیرت بماند. گویند ما زیان کردگانیم، ما به نصیب ماندگانیم. آیا آبی را که می نوشید دیده اید؟ آیا شما آن را از ابر فرود می آرید یا ما فرود آرندگانیم؟ اگر می خواستیم آن را تلخ می گردانیدیم، پس چرا شکر نمی گویید؟ آیا آن آتش را که می افروزد دیده اید؟ آیا درختش را شما آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ ما آن را خوشدار، یعنی از دوزخ و برای مسافران راهنورد متاع ساختیم. به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوی.